کمیته تفتیشات روسیه روز 28 مارس سال 2024 ادعا کرد که گویا تفتیشات دلایل با ملتگرایان اوکراین رابطه داشتن عاملان حمله تروریستی در کراکوس خال و از اوکراین برای آنها فرستاده شدن مبلغ‌ها و کریپتوالوتا را به دست آورده است. این نیاد همچنین از بازداشت باز یک گمانبر شونده در این پرونده خبر داد و گفت که این نفر است که در سخم مبلغ گذاری تروریست ها اشتراک داشت. این اظهارات در پی اظهارات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که اخیراً بدون آوردن کدام دلیل درباره دست داشتن اوکراین در حمله خونین 22 مارس در کراسنogorsk همچون یک امر یقین حرف زده بود. اوکراین هر نوع دست داشتن در این حمله را رد میکند، ولی اظهارات پوتین را بسیاری از ناظران امور همچون یک دستور برای مقامات تفتیشاتی مانیدود میکنند و میگویند تفتیشات باید اکنون خودش را به هر در و دیوار بزند و حتما دلیل‌های را که به حیث اوکراین در حمله کراسنogorsk تاکید میکنند یا بیابند و یا اگر نیابند پس باید بتراشند. در رابطه به حمله 22 مارس که دست کم 143 کشته به جا گذاشت و کنون 11 نفر دستگیر شده بود. از آنها اسم 8 نفرش نشر شده است که 7 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه سویتلانا پترینکا به ژورنالیستان خبر داد که روز 28 مارس سال 2024 رئیس این نهاد الکساندر باستریکین با برگزاری یک جلسه فوری حسابات گروه تفتیشاتی را پیرامون جریان تفتیش حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کراکوس خال شنید. خانم پترینکا در شرح حسابات گروه تفتیشاتی گفت نتیجه های پیشکی تفتیشات طبیعت هماهنگ شده داشتن اعمال تروریستا، آمادگی همه‌جانبه و پشتیبانی مالیوی از طرف تشکیل کنندگان جنایت را پوره ثابت می‌کند. در نتیجه کار با تروریست‌های دستگیر شده، تحقیق وسایل فنی از آنها گرفته شده و تشکیل عملیات‌های مالیوی، دلیل‌های با ملتگرایان اوکراین رابطه داشتن آنها به دست آورده شد. سویتلانا پترینکا همچنین خبر داد که باز یک متهم دیگر که در سخم مبلغ گذاری تروریست‌ها اشتراک داشت دستگیر شده است و تفتیشات از دادگاه بحث پیشکی گرفتن او را درخواست خواهد کرد. اسم این نفر دستگیر شده نشر نشده است.